دقیقه وقت لازم داره و بعد از بحثاش سوال جواب شده. مصطفی رو من فکر می‌کنم لازم نیست که من معرفی کنم، اگر اسمش رو گوگل کنیم تو ویکی‌پدیا و تو گوگل تمام شجره‌نامه‌اش میاد مصطفی کیه و من فکر می‌کنم به همین بسنده می‌کنم حتی مقاله هاشو خوندیم و چند که اصلا باشه آشناسیم. من اولا سهم خودم بخوام سالگرد حزب کمونیست کارگری رو بهتون تبریک بگم. امروز ما اینجا به خاطر یعنی به مناسبت سالگرد تأسیس حزب فکر کردیم که مناسب‌تر اینه که راجع به اوضاع سیاسی ایران و موقعیت کمونیست تو ایران صحبت بکنیم و تحت این عنوان من در واقع میخوام به این بپردازم که کمونیسم تو ایران چه شانسی داره و چقدر میتونه تو اوضاع احوال آتی ایران تاثیرگذار باشه و سرانجامش چیه، چه چشماندازی مقابل کمونیسم تو ایران هست، چه موقعیتی داره و چه چشماندازی هست واسش. و قبل از اینکه وارد بحثم بشم میخوام به اصطلاح اون جوهر صحبتمو بگم بهتون، اون حرفی که به اصطلاح تز اصلی این بحث هست. من فکر میکنم که صورت مسئله واقعی اینه که جامعه ایران چقدر شانس میاره که کمونیستا توش قوی باشن و اوضاع رو به سمتی ببرن که به نفع بشریت باشه، به نفع انسان‌ها باشه. من فکر میکنم که تنها جواب اوضاع ایران کمونیسمه. وقتی میگم کمونیسم منظورم حزب کمونیست کارگری نیست، منظورم هیچ حزب معینی نیست. به طریق اولا منظورم فرض کنید اون چیزی که توی چین و شوروی و اینا دیدید نیست. منظورم کمونیسم عبارت از یه جنبش واقعیه که تو جامعه ایران وجود داره، یا لااقل یه جنبش واقعی تو جامعه ایران وجود داره که مبنا و منشأ قدرتگیری کمونیست تو ایران میتونه باشه. این جنبش درسته که منشأش طبقه کارگره، جنبش کارگری، مبارزات کارگریه، ولی به اون محدود نیست. من فکر میکنم هر کس توی جامعه ایران خواهان آزادی و برابری هست، توی دوره ما، تو عصر ما کنار طبقه کارگر قرار میگیره. شما اگر برید 200 سال پیش یا 150 سال پیش، شاید هر کس میگه آزادی و برابری در کنار بورژوازی، در کنار طبقه سرمایه‌دار اون دوره قرار میگیره که طبقه‌ای هست که میخواد انقلاب ایجاد کنه، تحول ایجاد کنه. من فکر میکنم امروز کسی که واقعا خواهان آزادی و برابری هست، کسی که واقعا خواهان عدالت و رفاه و انسانیت هست، کسی که همه این آرمان‌های شریف انسانی رو دوست داره و واسش تلاش میکنه، این به نظرم به طور بالقوه کنار طبقه کارگر و کنار کمونیسم قرار داره. از این زاویه شما برگردید به جامعه ایران نگاه بکنید و ببینید که تو جامعه ایران چقدر عدالت‌خواهی، برابری طلبی، توقعات بالا از زندگی و افق و چشمانداز انسانی موج میزنه و چقدر وسیعه، خیلی وسیع‌تر از احزاب و نیروهای سیاسیه. در نتیجه من از کمونیسم دارم حرف میزنم که حتی حزب کمونیست کارگری ازش عقب به یک معنا. از لحاظ نظری حزب کمونیست کارگری داره این کمونیسم رو تو جامعه ایران نمایندگی میکنه، ولی از لحاظ سیاسی و عملی نه. به نظر من هنوز ما کار داریم که بخوایم این جنبش، این حرکت و این جنب و جوش در جامعه ایران رو بخوایم نمایندگی بکنیم. من میگم تو اوضاع ایران جواب فقط این کمونیسم. من میگم طبقه دیگه جامعه، طبقه بورژوازی، سرمایه‌دار آلترناتیوی نداره، راه حلی نداره. یا راه حلش همین جمهوری اسلامی که میبینی، یا حتی بدتر از این. شاید 20 سال پیش نمیشد اینو بگی، شاید حتی 10 سال پیش هم نمیشد اینو بگی. شاید 10 سال پیش، 20 سال پیش شما میگفتید چرا بورژوازی میتونه بیاد یه چیزی مثل ترکیه تو ایران درست کنه، میتونه بیاد یه چیزی مثل فیلیپین تو ایران درست کنه، یه راه حلی داره. من الان اونو نمیبینم. من فکر میکنم که بورژوازی همین راه حلش همین جمهوری اسلامی کثافتی هست که میبینیم، یا چیز بدتر از این. به طور واقعی اینجوریه. من بعداً توضیح میدم. در نتیجه از این نتیجه‌ای که میگیرم اینه که اگر راه نجاتی هست برای جامعه ایران، اگر راهی به سوی انسانیت و رفاه و آسایش هست توی جامعه ایران، این راه حل کمونیسم.
چیز دیگه ای نیست. این نکته اصلی بحث من که من خواهم سعی کنم توضیح بدم. یعنی اینا که گفتم به خاطر این نیست که من خیلی شیفته کمونیسمم یا خیلی مخلص مارکسم، خیلی طبقه کارگر دوست دارم، نه. بنابراین یک مشاهده و ارزیابی عینی دارم اینو میگم که راه حل واقعی اینه. حالا حزب کمونیست کارگری بذار کنار، منو بذار کنار، شما رو بذار کنار، فرض کنید ما هیچ کدوم اصلا وجود نداریم. به عنوان آدمایی که میخوایم بگیم دنیا چه خبره راجعش صحبت کنیم، به طور عینی اگر نگاه بکنید جامعه‌ای مثل جامعه ایران راه حلی نداره جز اینکه مردم متشکل بشن، مردم متحد بشن، مردم بیان آزادی و برابری و رفاه و انسانیت رو برقرار کنن، قدرت خودشون رو دست بگیرن و این چیزی جز کمونیسم نیست. درسته کمونیست سطوح مختلف، یه جایی شما میگه کمونیست لغو بردگی مزدی به عنوان جنبشی که میاد این بردگی مزدی رو برمی‌اندازه، ولی در قدم اول کمونیسم یه جنبش سیاسیه، یه تحول سیاسیه، یه حرکت سیاسیه. و اگر جامعه ایران راه حلش اینها هست که گفتم، در قدم اول شهر جمهوری اسلامی رو بکنی، در قدم دوم نذاری اوضاع دست امثال داعش و اینها بیفته، نذاری اوضاع بریزه به هم و همون ذره مدنیت هم هست که برباد بره و به عکس بیای و انسانیت و حرمت انسانی و رفاه و آسایش تو جامعه برقرار کنی، برابری و عدالت تو جامعه برقرار کنی. اگر راه حل این هست، این راه حل به نظر من امروز از عهده طبقه کارگر و کمونیسم برمیاد. بورژوازی پای این چیزها نیست. هیچ افقی واسه هیچ گونه تحولی تو این جهت نداره. چرا اینو میگم؟ بحث من یه جنبه دورانی داره، یعنی خصلت این دوره است و تا وقتی این دوره برقرار بمونه من همچنان این بحث رو خواهم داشت که راه حل دیگه مقابل جامعه ایران نیست. حالا این دوره عوض شه، شاید بورژوازی هم راه حل دیگه‌ای داشته باشه، ولی من میگم تا وقتی این دوره باقیه، یا شما جمهوری اسلامی داری یا چیز بدتر از اون، یا چیزی حدود اون. همین. جلوتر از این چندان نمیتونه بره. بسپری به عهده جمهوری اسلامی میکننش مثل عراق، به عهده بورژوازی میکننش مثل عراق، میکننش مثل سوریه، میکننش مثل مصر، حد اکثر خیلی که خوب پیش بره و هیچ کدوم خواسته ها و مطالباتی که مردم ایران دارن جواب نمیده. در نتیجه جواب مردم ایران، آرزو و آمال مردم ایران دست اینه که چقدر کمونیسم قوی باشه. به درجه ای که کمونیسم تو ایران قوی باشه و جامعه پشت سرش باشه و نیرو جمع بکنه، ما میتونیم انتظار بهبود اوضاع رو داشته باشیم. من حالا بحثم نیست که کمونیست حتما باید این قدرت رو بگیرم، نمیدونم. راجع به این صحبت نمی‌کنم. راجع به این دارم صحبت می‌کنم که چجور تو سیر تحولات آتی مدنیت، انسانیت، رفاه، آسایش بستگی به این داره که چه درجه‌ای کمونیسم به اون معنایی که گفتم، یعنی جنبشی واسه آزادی و برابری و رفاه و انسانیت تو جامعه ایران، این کمونیسم چقدر قوی باشه. اما چرا میگم بحث من یه خاصیت دورانی داره؟ برای اینکه چرا میگم 20 سال پیش شاید میشد جور دیگه بحث کرد، 10 سال پیش میشد جور دیگه بحث کرد و الان باید اینجور بحث کرد. به دلیل اینکه شما به دنیا نگاه بکنید، یک تحولات جدی توی دو خصوص 5-6 سال گذشته صورت گرفته که تعیین کننده است و سرنوشت بشریت رو در همه جا رقم میزنه، از جمله در ایران. این تحول چیه؟ یکی تحولی که به اصطلاح از لحاظ اقتصادی میشه روش دست گذاشت اینه که توی 2008 شما یک بحران داشتی، 2007 یک بحران جهانی داشتی، بحران جهانی اقتصادی داشتی که یه شاخصایی رو نشون داد که درجه به اصطلاح اشباع سرمایه، به اصطلاح مارکسیستی، به اصطلاح اقتصاد مارکس، ترکیب ارگانیک سرمایه خیلی بالا رفته و سرمایه واسه اینکه بتونه سودآوری کنه باید وحشتناک حمله ببره، هجوم ببره به طبقه کارگر و هرچی بیشتر استثمار بکنه تا بتونه این سودآوریش رو تضمین کنه. و توی از فاصله 2008 تا حالا، از اون بحران تا حالا، حتی وضع بدتر شده. اینقدر وضع بدتر شده که خود بورژواها صداشون در اومده و میترسن و وحشت دارن که چه سرنوشتی قراره در انتظار سرمایه باشه. خودشون دارن صحبت میکنن که اوضاع مثل مقطع جنگ جهانی اوله
میدونید که مقطع جنگ جهانی اول با یه 30-40 سال دوره بدبختی، جنگ، دو تا جنگ خانمانسوز و جهانسوز، یک بحران اقتصادی عظیم که همه فکر میکنن سرمایه‌داری دیگه نابود شد، که اریک هابسبام یه مورخ مشهور انگلیسی این دوره رو میذاره، اسمشو میذاره دوره فاجعه، Age of Catastrophe، از 1914 تا 1945 تا پایان جنگ جهانی دوم. ما الان رسیدیم از لحاظ اقتصادی رسیدیم به یه همچین دوره‌ای خیلی شبیه اون دوره است، از لحاظ اشباع سرمایه جهانی، از لحاظ موقعیت اقتصادی جهانی. یکی این دلیلشه. توی این اوضاع احوال شما انتظار داشته باشید یک بورژوازی بیاد توی ایران و یک دوره رونقی را بندازه، یه مقداری غریبه. یه مقداری غریبه که شاید منطقاً اینجوری بیاد که خب توی ایران طبقه کارگر ارزونه و خوب میشه سودآوری کرد و بیای این سودآوری رو بکنیم. ولی مسئله اینجاست که بورژوازی الان چنان خوناشامه، چنان میخواد استثمار کنه، چنان میخواد خاره کنه از هم و سودآوری بالا داشته باشه که هیچ ظرفیتی نداره جز اینکه بخواد سریعاً اوضاع رو اداره کنه و شروع کنه به سودآوری بالا و این با اوضاع ایران جور در نمیاد. شما تو اوضاع ایران باید خیلی مراحل رو بگذرونی که تو به اون دوره به اصطلاح رونق بخوای برسی که بخوای اوضاع رو اداره کنی. در نتیجه از لحاظ اقتصادی به نظر من توی وضعیت حاضر شانس این که تصور این که برای مثال فرض کنید جنبش سلطنت طلب یا یه جنبش به قول ما ناسیونالیسم پروغرب بیاد اوضاع رو اداره کند و یه دوره جدید رونق به وجود بیاره، به نظرم از لحاظ اقتصادی دشوارتر از هر وقتیه و مهمتر از لحاظ سیاسی بسیار مشکل. تحول سیاسی مهمی که تو سطح جهانی صورت گرفته و رو ما باز تاثیر خواهد گذاشت این تحوله که باز توی 7-8 ساله گذشته شما اینو به روشنی می‌بینید که یک خلأ اتوریته در جهان وجود داره، به وجود اومده. آمریکا افول کرده قدرتش تحت شرایط اقتصادی که قبلا گفتم و اوضاع جدید جهانی که این اوضاع اقتصادی وجود آورده و تحت تاثیر انقلابات 2011 که صورت گرفت، بهار عربی و غیره جاهای مختلف، افول کرده قدرت آمریکا. از قبل شروع شده بود، اینم تشدید کرد و اون اتوریته جهانی دیگه وجود نداره. در این خلأ اتوریته همه نیروهای مختلف بورژوایی زدن بیرون و هر کسی دنبال این میگرده که خودش رو مطرح کنه، خودش رو تامین کنه. از مثلا تو منطقه خاورمیانه که نگاه می‌کنی، عربستان سعودی واسه خودش شده چیزی، ترکیه واسه خودش شده چیزی و بقیه همینطور. توی شما داعش چجوری میتونی توضیح بدید؟ داعش فقط اینجوری میتونی توضیح بدید که این خلأ وجود داره و داعش هم واسه خودش شده چیزی. داعشی که چه بسا آمریکا و بقیه، چه بسا نه همینطوره، آمریکا و بقیه متحدینش ترکیه و عربستان سعودی درست کردن، حالا واسه خودش شده کسی. یک خلأ سیاسی، خلأ اتوریته وجود داره به نظر من که توی این فضا دیگه اینجوری نیست که اگر جمهوری اسلامی رفت بورژوازی تو ایران میاد مثل دوره 20 سال پیش مثلا سلطنت طلبش یا ناسیونالیسم پروغربش اینقدر اتوریته داره که میتونه دور خودش جمع کنه. اگه بورژوازی نباشه دست اگر جمهوری اسلامی نباشه دست بورژواها بدی، اوضاع میریزه به هم، از هر گوشه یک نیروی میزنه بیرون. توی خوزستان و جنوب ایران یه وضعیت عجیب غریب خواهد شد، تو کردستان یه وضعیت دیگه خواهد شد، تو آذربایجان یه وضعیت، نیروها و دولت‌های منطقه‌ای دخالت خواهند کرد، اوضاع رو به هم خواهند ریخت. دیگه اینجوری نیست. ببینید شما یه وقتی داشتی که دو قطب جهانی داشتی، تو شوروی و آمریکا و هر کسی می‌خواست کاری بکنه خودش رو وصل می‌کرد به این قطب‌های جهانی. الان اینجوری نیست. الان هر کسی تو منطقه واسه خودش کسی هست و نیروی هست و این اوضاع سیاسی به نظر من اجازه نمیده که اگر بسپری دست خود بورژوازی یک اوضاع، یعنی بیاد یه اوضاع به اصطلاح قابل دوام و متعارفی رو شکل بده. در نتیجه من بحثی که دارم و پوینتی که دارم اینه که توی اوضاع ایران اگر بسپری دست بورژوازی، اگر کارگر، کمونیسم، آزادی‌خواهی، برابری طلبی نخواد بیاد دخالت بکنه تو وضعیت، اگر این فاکتور رو حذف بکنی از اوضاع ایران، یک جهنم تبدیل شما خواهد شد.
اگر حالا هم یک درجه مدنیت وجود داره، اگر حالا شما میبینید که اوضاع ایران فرق داره با اوضاع فرض کنید سوریه یا اوضاع عراق، یا میگی وضعیت دیگه خواهد شد تو ایران، اگر ما به درست میگیم ایران مثل سوریه نمیشه، ایران مثل عراق نمیشه، اگر اینا رو میگیم، علتش وجود این مدنیت، این خواستهای متعالی، این انسانیت، برابری طلبی، آزادی خواهی که تهش و منشأ اصلیش باز کمونیسم، طبقه کارگره. به طور واقعی منشأ این برمیگرده به انقلاب 57 و به جنبش شورایی کارگرها و به وجود اومدن یک نوع از آزادی خواهی و برابری طلبی تو ایران که تازه خود حزب کمونیست کارگری محصول اینه. درسته که خود حزب کمونیست کارگری از لحاظ نظری، از لحاظ برنامه‌اش اینو به اصطلاح نمایندگی کرده و آگاه کرده به خودش، ولی موضوع خیلی عظیم‌تر و ریشه‌ای‌تر از خود حزب کمونیست کارگری. تو ایران یک جنبشی هست که این جنبش تا همینجا هم اگر میگیم اوضاع ایران تفاوت‌هایی داره، اساساً تفاوت‌ها محصول دخالتگری و حضور این برابری طلبی، این آزادی خواهیه. مثال واسهتون بزنم، برای مثال آخریناشو واسهتون مثال بزنم. شما فرض کنید مثلا همین اعتراضی که علیه اسید پاشی شد رو چجوری توضیح میدید؟ یا اینکه الان شما میبینید که مثلا فرض کنید حول اعدام ریحانه این جنبش تو ایران راه افتاد، اینو چجوری توضیح میدید؟ اینا رو با بورژوازی توضیح نمیشه داد. هیچ جنبشی بورژوایی نیست با سر و تهدار که بیاد بگه من این رو راه انداختم، صاحبش هم هستم، میخوام به اینجا برسونم. این یک جنبشیه که فراتر از این چارچوب‌های بورژوایی به نظر من میره، حتی از لحاظ سیاسیش، و فقط میتونه جنبشی باشه که جنبش کمونیستی، یعنی رهبر طبیعی این حرکت فقط کمونیست‌ها و کمونیست و طبقه کارگر میتونه باشه. در هر حال بنابراین پوینت دوم من که اینجا سعی کردم بگم اینه که ما توی یک دوره معین تاریخی قرار داریم که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی تا وقتی وضعیت از این قرار باشه که توضیح دادم، سعی کردم توضیح بدم، به نظر من یه جایی مثل ایران بورژوازی راه حلی نداره، آلترناتیوی نداره، افقی نداره که بذاره جلوی جامعه بگه من جامعه رو اینجوری نجات میدم میبرم. یا همین جمهوری اسلامی، برای همین هم دو دستی چسبیدن به جمهوری اسلامی. آمریکا دو دستی چسبیده و همین رابطه با خامنه‌ای و اینکه خامنه‌ای یواش یواش رامش کنه. حتی همین روزا هم که داریم حرف میزنیم خوشحالن از اینکه جمهوری اسلامی هم رفته داعش رو 2 تا بمب زده. داعشی که خود آمریکا درست کرده، جمهوری اسلامی که همیشه با آمریکا جنگ و دعوا داشته، الان سر مسئله داعش رفتن هر دو دارن یک کارو میکنن و خیلی خوشحالن از این تحول و از این اتفاقی که افتاده. چرا اینجوریه؟ برای اینکه خب چیزی بهتر از جمهوری، به طور واقعی چیزی بهتر از جمهوری اسلامی نداره. و من میگم تا وقتی که این دوره برقراره این وضعیت حاکم خواهد بود. تا وقتی که اوضاع اقتصادی جهان، این شرایطی که وجود داره، یعنی یک ترکیب ارگانیک بالا، یک اشباع بالای سرمایه، یک وضعیتی که سرمایه اگر بخواد تو سطح جهانی تغییرش بده باید جنگ را بندازه، جنگ‌های جهانی و نابودی بخش عظیمی از نیروهای مولده را بندازه که بتونه دوباره بره با یک سرمایه ارگانیک پایین‌تر شروع کنه به باز تولید کردن و سود تولید کردن. یک وضعیت جدید لازم داره که به نظر نمیرسه به این زودی‌ها حاصل بشه، یا نمیدونم یک تحول تکنولوژیک عظیمی قرار صورت بگیره که اصلا خیلی دیگه به اصطلاح سودآوری رو ببره بالا. نمیدونم. مسئله سود، مسئله نزول نرخ سود، چیزی که مارکس همیشه گفته گرایش نزول نرخ سود، به نظرم اینجا امروز الان به اصطلاح فعلیت پیدا کرده و این تا وقتی این وضعیت برقراره و تا وقتی از لحاظ سیاسی این خلأ اتوریته و این بلبشویی که تو سطح جهانی برقراره، به نظر من تو اوضاع ایران هم ما چیزی بهتر از جمهوری اسلامی یا حتی بدتر از اون نخواهیم داشت. در نتیجه که من میگیرم اینه که کمونیست جواب و باید بریم و این رو جدی بگیریم. به طور مشخص‌تر اگر بخوام همین بحث رو بگم، یعنی بیارم همین به اصطلاح چارچوبی که سعی کردم توضیح بدم، بخوایم بریم رو اوضاع ایران،
خب نگاه کنیم به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ما قبلا هم بحثاشو داشتیم، من زیاد تکرار نمی‌کنم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ فرهنگی در بنبست. این رژیمی نیست که از لحاظ اقتصادی تونسته باشه راه حلی بده. الان هم داریم می‌بینیم داره با غرب نزدیک میشه و سعی می‌کنه متعارف بشه، ولی معضل داره. اگر بخواد از غرب ستیزیش دست برداره دچار مشکلات میشه، دچار مشکلات درونی میشه، با خود مردم ایران دچار مشکل میشه، با تو منطقه دچار مشکل میشه. از لحاظ سیاسی قبولش ندارن، جوانان نسل جدید قبولش ندارن، دائم داره اعتراض میشه، تو اختناقی ترین شرایط داره اعتراض میشه. دیگه خیلی که پدر همه مردم در میارن، مردم میرن ویدیو هپی درست میکنن. دیگه بدتر از این که نمیشه دیگه. این اختناق و سرکوب بعد از 88 تازه تو اون شرایط طرف یعنی جوونه میره این به این شکل اعتراض میکنه، ویدیو هپی در میاره یا به اشکال مختلف اعتراض، یا حتی چه میدونم مرگ خواننده محبوبش پاشایی رو بهانه میکنه که بیاد یه جور دیگه حرف بزنه، یه جور دیگه کار بکنه، یه جور دیگه رفتار بکنه. این جمهوری اسلامی دچار معضله، دچار بنبست نمیمونه. سوالی که مطرح میشه، اینو میگم قبلا هم صحبت کردیم و حالا بعدم میشه بعد صحبت کرد، ولی فکر می‌کنم کم و بیش روی این توافق داشته باشیم. سوالی که مطرح میشه اینه که اگر جمهوری اسلامی موندنی نیست بعدش چی میشه؟ چجوری؟ فرض کنید باز حزب کنسولگری بذار کنار، فرض کن طبقه کارگر بذار کنار، فرض کن همه این جنبش آزادی‌خواهی و برابری طلبی که من سعی کردم توضیح بدم اینو بذار کنار. اوضاع چی میشه؟ دست خود بورژوا چیکار می‌خوان بکنن؟ اگه جمهوری اسلامی باقی نمیمونه، سلطنت طلب میخواد بیاد جمع کنه اوضاع رو، من نمیبینم این جربوزه رو توش نمیبینم. بعدا ممکنه بسازه، بیلداپ کنه به قول انگلیسی یه چیزی، ولی چه تضمینی هست واسه اون افق بورژوایی؟ من بعد برمیگردم به بحث قبلی، اون افق و چشمانداز اون دوره رو نمیبینم که توش سلطنت طلب بتونه کماف سابق اونجوری که ما تصویر میکردیم و سش ناسیونالیسم پرقبل بره کار بکنه و بره اوضاع رو اداره کنه. جمهوری اسلامی نباشه، اتوریته جمهوری اسلامی از بین بره، همونطور که گفتم اوضاع کردستان دیگه مثل 10 سال پیش نیست، مثل 15 سال پیش نیست، مسئله کرد مثل مسئله 15-10 سال پیش نیست. الان کلی فاکتورهای دیگه وارد شده که تاثیرگذاره. برای مثال فرض کن فاکتور دولت کرد عراق، مثلا فاکتور خود PKK و کردستان ترکیه، اینا همه وارد میشن. اینجوری نیست که مثل 10-15 سال پیش دعوا بین حزب دموکرات و کومله باشه. هزار جور نیروهای دیگه وارد میشه که عیناً مثل قبل نیست. یا مثلا شما نگاه کن مسئله شیعه و سنی. مسئله شیعه و سنی ما بگیم تو ایران اصلا پیش نمیاد، ولی اگر پول عربستان بره پاش و نمیدونم نیروهای مختلفی که میخوان این دعوا رو به وجود بیارن پاش برن و کشت و کشتاری هم راه بندازن و اینا، تا بخوای بیای جمعش کنی میره تا بیخ خود تهران هم میره. دیگه مسئله این نیست که فقط تو مرزا و نمیدونم توی بلوچستان اینا باشه. میخوام میگم بورژوازی این دوره این کارا رو بلده، نه اینکه بیاد اقتصاد راه بندازه و یه اوضاع باثباتی به وجود بیاره. بورژوازی یعنی این دوره، چیز دیگه ای جز این نیست. اینا کی هم پس؟ جن و پری که نیستن، از آسمون که نیفتادن. پشت سرش دولت عربستان، پشت سرش دولت پاکستان، پشت سرش به اصطلاح تئوریش همه ادعاش این هست که اگر ما بریم بعد از جمهوری اسلامی اوضاع خیلی بدتر از این میشه، پس بنابراین قدر این جمهوری اسلامی رو بدونیم. در نتیجه این سوال خیلی مهمه که آیا کمونیسم میتونه؟ آیا آمادگیشو داریم؟ من فکر می‌کنم داریم. ما می‌گم میتونیم. ضعف داریم، ایراد داریم، اشکال داریم. باشه اینا همه رو میشینیم صحبت می‌کنیم. ولی خیلی نقطه قوت هم داریم که اگر به خودمون برسیم و اگر خودمون رو جدی بگیریم و اگر نقطه ضعفمون رو سعی کنیم رفع بکنیم، شانس خوبی داریم و باید واسه این شانس بریم بجنگیم. من سعی می‌کنم اینا رو بگم. منتها اولین نکته که باید توجه بکنیم اینه که توی اوضاع ایران، ببینید این بحث باز قبلا شده و من نمیخوام اینجا زیاد بازش کنم، فقط میخوام یادآوری کنم بهتون بحث مهمیه. اوضاع ایران یا میتونه روند کودتایی داشته باشه، یعنی جمهوری اسلامی اگر نمونه، یا روند انتخاباتی داشته باشه، یعنی در طی یک سری انتخابات‌ها و یک سری تحولات اینا یواش یواش عوضش کنن، یا روند انقلابی داشته باشه، یعنی یهو انقلاب بشه تو ایران و اوضاع رو عوض بکنه.
توی این حالا روند انقلابی شاید مطلوب‌تر از همه باشه واسه ما و از همه بدتر اون روند کودتایی، یعنی کودتا پوش کودتا و به اصطلاح روندایی که همش از بالا داره صورت میگیره. من پوینتم اینه که ما باید از حالا واسه همه این روندها و واسه بدترین حالتش حتی روند کودتاییش باید آماده بشیم، به طور جدی باید آماده بشیم و چیکار بکنیم که آماده بشیم. اینا رو من سعی میکنم توی این فرصتی که باقی هست واسم چند تا پوینت اینجا یادداشت کردم یکی یکی بگم. منتها قبلش یه نکاتی هم بگم. وقتی صحبت کمونیسم میکنی یا شانس کمونیسم میکنی تو ایران، یه سری چیزایی رو به ما جلو ما میذارن، یه سری جوابایی رو جلو ما میذارن که اونها هم بعد نیست اشاره کنم قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم تو این زمینه. یکیش اینه که مثلا وقتی میگی کمونیست تو ایران باید این کار بکنه یا شانس داره یا میتونه یا اینا، یه پوزخند میزنه میگه نه بابا جامعه ایران مذهبیه. مثلا یکی از چیزایی که میذارن اینه که میگه شما خیلی حالتون خرابه، جامعه ایران مذهبی خداپرست، شما داری راجع به کمونیست حرف میزنی، ول کن بابا. من میخوام بگم این بحث غلطه. چرا غلطه؟ کاری به این ندارم، کمونیسم رو بذار کنار فعلا. جامعه ایران مذهبی نیست. جامعه ایران بر اساس مذهب و اسلام خمینی رو انتخاب نکرد. خمینی پروژه سیاسی بود. وگرنه کسی که تا دیروزش مینیجوب میپرشید یهو حجاب سرش کرد. چرا؟ اینجوری نشد که به خدا ایمان آورد و به پیغمبر ایمان آورد و به حضرت علی ایمان آورد. اینجوری نبود. ما بودیم دیگه، ما کنار تو همون صف تظاهرات میکردیم با هم دیگه. به این علت که خمینی یک آلترناتیو سیاسی بود. تو تمام به اصطلاح سران جبهه بورژوازی، جبهه راست، اون وقت تنها خمینی بود که اومد گفت مرگ بر شاه. تنها خمینی بود که اومد گفت شاه باید برود. و اینو که گفت مردم دیدن یکی از خودشون داره میگه شاه باید برود، این یکی رو بردن گذاشتن توی پاریس، هر روز هم اون رفتن روش انداختن دارن باهاش مصاحبه میکنن. ایشون هم که رابطه‌اش با آقای کارتر خوبه، بهش پیغام داده که ما نفت و صد تولید میکنیم، مارکسیست هم ما خفه‌شون میکنیم، به چیز هم نمیریم، به طرف شوروی و اینا هم نمیریم. خب آلترناتیو غرب شد یهو، آلترناتیو اجباری، ولی بالاخره آلترناتیوشون شد و مردم هم اینو دیدن. مردم هم به اصطلاح زرنگی خودشون رو می‌خواستن بکنن. مردم می‌خواستن این بره، شاه بره، هر کس بعدش بیاد تکلیف اونم به اصطلاح تکلیف اونم تعیین میکنن. اینجوری نیست که مردم از پیش چک سفید دادن به خمینی. مردم خمینی تا اونجایی قبول کردن که شاه بره و قصدشون این بود که بعد بریزن سر خمینی و این کارم سعی کردن بکنن. واسه همین خمینی 30 خرداد رو انداخت. واسه همین خمینی شروع کرد به قتل عام و نابودی شوراهای کارگری و زندانهای برو بیمون و خاوران رو ایجاد کردن و کردستان حمله کردن و همه اینا. در نتیجه جامعه ایران همون وقت 35 سال پیشش مذهبی نبود، انتخاب مذهبی نکرد، انتخاب سیاسی کرد و الان که دیگه ضد مذهبی ترین جوامع دنیا، اگر نگم دنیا لااقل خاورمیانه، ایرانه. خیلی واضحه که مذهب چیزی تعیین کنن. بیزارم مردم از مذهب، به خاطر اینکه مذهبیان یا چیزی رو انتخاب نمیکنن و در نتیجه اون جواب، یعنی چیزی که میذارن جلو ما که جامعه ایران مذهبی کمونیست شانس نداره، به نظر من حرف بیخودیه. یکی دیگه هم که باز فوراً میذارن جلومون اینه که میگن کمونیست شکست خورد، کمونیسم شوروی و اینا یاد آدم میفته، که این هم به نظر من واقعی نیست. ببینید همین الان چین کمونیست که 20% جمعیت جهان داره زیر پرچم چین کمونیسم و کمونیسم هنوز داره زندگی میکنه، داره با آمریکا و غرب و اینا داره رابطه‌ش رو خوب پیش میبره و حتی مورد قبطه خود چیز هست، مورد قبطه خود بورژوا هست که سرمایه‌داری به صورت چینی‌ها به اصطلاح اداره کنن. این که میگی خب کمونیست شکست خورد و کسی تحویلش نمیگیره یا اینا، یا مثلا با غرب رابطه به هم میخوره، اینا داره میبینید چین کمونیست داره با غرب رابطه خیلی خوبی داره پیش میبره. به علاوه بحث اینه که اون کمونیسمی که تو میگی شکست خورد توی ایران اتفاقا توی همون 57 شکست خورد.
کمونیسم حزب توده بود، کمونیسم مگه شوروی اینا رو نمیگی؟ اون کمونیسم از اون نوع بود و همون وقت شکست خورده تمام شد. اینکه الان توی این وضعیت شما بگی کمونیسم نمیگیره، خب آره کمونیسم نوع چین نمیگیره، کمونیسم نوع روسیه و مثلا شوروی و حزب توده و اینا نمیگیره، ولی من از این کمونیسم صحبت نمی‌کنم. به نظر من اون شکست خورده تمام شده، واقعا هم نمیگیره، واقعا هم ده. حالا هرچند مردش هم هنوز میگم توی چین داره قبط خود بورژوا رو در میاره، ولی من از اون کمونیسم صحبت نمی‌کنم. من دارم از کمونیسم صحبت می‌کنم که توضیح دادم جنبش آزادی، برابری، رفاه انسان. ما یه شعاری داشتیم، شعار خوبی توی جریان 88 مطرح شد توی تلویزیون، آزادی، برابری، حکومت انسانی. این کمونیسم نه فقط شکست نخورده، بلکه میگم اگر امیدی تو جامعه ایران هست، تو صحبت قبلی گفتم به این کمونیسمه و این کمونیسم اتفاقا شانس داره و به نظرم خیلی کارا هم میتونه بکنه. بعضیا میگن که نه خب حرفاتون خوب، ولی بیاید حداقل اسمتون رو عوض کنید. بگید ما کمونیست نیستیم مثلا، بذارید یه اسم دیگه. من با اینم موافق نیستم. فکر میکنم که مشکل این نیست. شما اسمتو عوض کنید تازه مشکلات زیادتر رو خودت ایجاد میکنید. بخوای عقایدتو درز بگیری و مثلا آب توش بریزی و رقیق بکنی، مشکل بزرگتری واسه خودت درست میکنی. ما به صراحت اعلام میکنیم که کمونیست هستیم و به صراحت اعلام میکنیم میخوایم بریم بردگی مزدی و سرمایه‌داری و منشأ بدبختی بشر رو نابود کنیم و دقیقاً به این دلیل هست که اینقدر رادیکالیم و اینقدر جواب داریم واسه مسائل. اگه ما می‌خواستیم سرمایه‌داری رو حفظ کنیم، خب می‌شدیم مثل ناسیونالیسم پروغرب و سلطنت طلب و ملی مذهبی و اینا. ما هم شدیم جزء اون چیزایی که راه حل نداره. اگر ما راه حل داریم به خاطر اینه که می‌خوایم از این افق سرمایه‌داری بالاتر بریم دیگه. اینو نمیشه پنهان کرد و نباید پنهان کرد. و اگرم پنهان بکنی پس فردا میفهمن، میان تازه بهتون میگن شما صادق هم نبودی، حالا نه فقط پنهان کاری کردی، اومدی کلک هم وازدی و پوشوندی. من میگم این چیز رو، این به اصطلاح که ما علیه سرمایه‌داری هستیم، علیه بردگی مزدی هستیم، این اصلا نقطه قوت ماست. دقیقاً به خاطر این هست که راجع به مسائل دیگه هم جواب داریم. من الان نمیگم مردم بیان به خاطر زیر پرچم بردگی، لغو بردگی مزدی با اسکناس کارگری. نه، من میگم الان اسکناس کارگری و کمونیسم کارگری و کمونیسم توی ایران یه جواب سیاسیه و این جواب سیاسی رو باید مردم توجه بهش بکنن. سر اقتصاد بعدا میتونیم بشینیم با هم صحبت کنیم ببینیم چجوری پیش ببریم. موضوعی که هنوز میشه روش بحث و صحبت کرد، ولی تا اونجایی که به ما برمیگرده ما پنهانش نمی‌کنیم. خیلی روشنه این بحث اسم عوض کردن و یا قاطی نظراتون کردن به نظرم بحث بسیار مخربی است، هم از لحاظ سیاسی غلطه، هم از هر لحاظ دیگر که بگید. ولی اینا که گفتم مهمترین ضعف کمونیست توی اینا نیست که جامعه ایران مذهبیه یا نمیدونم کمونیست شکست خورده اینا. به نظرم مهمترین ضعف کمونیست توی ایران اینه که کمونیست توی ایران یه پروژه سیاسی نیست، هنوز یه آلترناتیو سیاسی نیست. یعنی شما اگر نگاه بکنی الان تو جامعه ایران، اصلاح طلبی و جنبش ملی اسلامی آلترناتیو سیاسیه، پروژه سیاسیه. میتونه بگه من اینجوری جمهوری اسلامی رو جایگزین میکنم. حتی ناسیونالیسم پروغرب و سلطنت طلب یه پروژه سیاسیه، میگه ببین این هوادارهای منن، اینا پشت من هستن، من میتونم بیام اینجوری اداره کنم که من میگم نمیتونن، هیچ کدومشون نمیتونن جواب بدن. ولی کمونیسم کارگری، میگم کمونیسم و جنبش کمونیستی و این چیزی که من دارم ازش صحبت میکنم، آزادی خواهی و برابری طلبی و رفاه و آسایش انسان، یه پروژه سیاسی نیست، یه آلترناتیو سیاسی نیست و این مشکل گنده است. خیلی اونایی که جزء جنبش من باید باشن به خاطر اینکه کمونیسم یه پروژه سیاسی نیست، به خاطر اینکه توی عرصه سیاست به معنای وسیعش وجود نداره، میرن توی صف جنبش‌های دیگه، میرن زیر علم کسای دیگه. و مشکل کمونیسم اینه که رهبری سیاسی و پروژه سیاسی رو نداره. حزب کمونیست کارگری میخواد این خلا رو پر کنه و داره تمام تلاش رو میکنه و به نظر من صلاحیت بیشتر از هر کسی که این صلاحیت رو داره و این امکان رو داره و نزدیک هست که این کار بکنه. ولی به نظرم اولین چیزی که باید قبول کرد اینه که ما باید کمونیسم رو به یه پروژه سیاسی، آلترناتیو سیاسی تو جامعه ایران
تبدیل بکنیم و این هنوز مشکل اصلی. یعنی اگر کسی از من بپرسه که معضل کمونیست چیه تو ایران، من میگم معضل کمونیست تو ایران الان اینه که درست مثل اون سال 57 که خمینی خودش به عنوان یک پروژه سیاسی، یک آلترناتیو سیاسی تو جامعه مطرح کرد، ما الان خودمون به عنوان یک آلترناتیو سیاسی تو جامعه نتونستیم مطرح کنیم. قدم‌های تو اون زمینه برداشتیم، شروع کردیم از بحث‌های حزب جامعه منصور حکمت و تلاش‌های زیادی که کردیم، قدم‌های تو این جهت برداشتیم، ولی معضل اصلیمون هنوز اینه. و اگر این معضل رو بتونیم حل بکنیم، اون بحث خیلی فرق خواهد کرد. و من توی همین زمینه چند تا نکته رو میخوام مطرح کنم که واسه اینکه بتونیم کمونیسم به عنوان یک پروژه سیاسی، یک آلترناتیو سیاسی تو جامعه ایران مطرح کنیم، چه باید بکنیم. به نظرم اولین کار یه تغییر تو خودمونه و این خیلی مهمه و این تغییر تو خود ما عبارت از اینه که ما باید این وضعیت اجتماعی سیاسی تاریخی که من سعی کردم توضیح دادم بفهمیم و جایگاه و مکان این کمونیسم که من دارم ازش صحبت میکنم رو درک کنیم و بریم نمایندگی کنیم. اگر شما خودتو به عنوان صاحب جامعه، خودتو به عنوان راه نجات جامعه نبینی و مطرح نکنی، مردم جدی نمیگیرن. اولین تغییر اینه که تو خودتو این ببینی که میخوای بری جامعه رو تماما پشت سر خودت بیاری و عوض کنی. یه بحث خوبی مانیفست کمونیست داره که به نظرم کاملا میخوره به این بحث ما. اونم اینه که مانیفست کمونیست وقتی سیر مبارزه کارگری رو توضیح میده خیلی عام و جنرال داره صحبت میکنه، ولی وقتی سیر مبارزه کارگری رو توضیح میده میگه کارگرها اول دعوا دارن با هم دیگه، رقابت دارن با هم دیگه، بعد یواش یواش متحد میشن، بعد اتحادیه و اینا درست میکنن، بعد به صورت یک طبقه در میان، بعد به صورت حزب سیاسی در میان. همه اینا رو که میگه یک مرحله دیگه هم تعریف میکنه، میگه بعد به صورت طبقه رهنمون ملت، طبقه رهبر ملت در میان. The leading class of the nation اگر انگلیسیش بخوام بگم. و این مهمه، به نظر این کانسپت مهمه که ما یعنی کمونیسم باید توی ایران به عنوان این چیزی که میشه مرکز توجه کل جامعه و متحد میکنه کل جامعه رو علیه این اوضاع وحشتناکی که در انتظار جامعه ایران، علیه جمهوری اسلامی و علیه اوضاع بعد از جمهوری اسلامی که ممکنه بدتر از جمهوری اسلامی هم بشه، این باید کمونیسم بشه آلترناتیو اون اوضاع، باید بشه مرکز و محل به اصطلاح آرزوها و آرمانهای مردم واسه اینکه از شر این وضعیت رها بشن. و اگر این نتونیم بشیم، به نظرم نمیتونیم به یک پروژه سیاسی و به یک آلترناتیو سیاسی تبدیل بشیم. باید خودمون رو تو اون وضعیت قرار بدیم. تو همین رابطه ما نه فقط باید چپا رو متحد کنیم، بلکه حتی بخشای از نیروهایی که مثلا راست به نظر میرسن اینا عملا زیر پرچم خودمون بکشونیم. من که میگم چپا رو متحد کنیم، منظورم نیست بریم کنفرانس وحدت بذاریم با هم دیگه بشینیم بحث کنیم، اصلا اینجوری منظورم نیست. منظورم اینه که تو صحنه اجتماع اینا رو بکشونیم زیر یک پرچم واحد و این کار رو داریم میکنیم به درجه. برای مثال بخوام مثال بزنم واسهتون، 20 سال پیش که ما گفتیم لغو اعدام، حتی چپامون میخندیدن. نه یادتون هست یا نه وقتی که ما برنامه یک دنیای بهتر رو دادیم، چپا میخندیدن که این از شیر شتر تا جون آدمیزاد، نمیدونم از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توش هست، ها یعنی اینکه برباده. ولی الان نگاه کنید، اون خواست لغو اعدام، اون خواست اعدام قتل عمد دولتی است. الان نه فقط چپا قبولش دارن، راستان قبولش دارن. من وقتی میگم باید چپ و حتی راست جامعه رو یه بخشش رو بکشونید زیر پرچم خود، یعنی نمونهش لغو اعدام. نمونه دیگه هم هست، حالا فقط این نیست. مثلا فرض در مورد حقوق کودک یه درجه این کار کردیم و بسیار عزیز در مورد حجاب یه درجه این کار کردیم و من میگم باید فراتر از این حتی رفت و باید با این قدرت ظاهر شد تو جامعه که بله ببین من به همه چپا میگم، همینجا اعلام میکنم، هر چپی که فکر میکنه میتونه بیا کمونیسم رو یک پروژه سیاسی تبدیل بکنه، کمونیسم مارکس ها، کمونیسمی که آزادی، برابری، انسانیت، رفاه، آسایش، شادی، همه اینا کلمات کلیدیشه، هر چپی، هر نیرویی که میتونه بیاد این کمونیسم پروژه سیاسی تبدیل کنه، خوش آمد، بفرما، این گوی و میدان.
من نه فقط هیچ رقابتی باش ندارم، نه فقط هیچ ناراحتی ازش ندارم، مخلصشم هستم، کمکشم میکنم. متقابلا از همون چپ میخوام. اگر حزب کمونیست کارگری داره این کارو میکنه، دیگه این عمر خودت نذار سر اینکه پشت پا بگیری به حزب کمونیست کارگری. تو هم برو کنار این واسه کار شبیه این بکن دیگه. من میگم اینجوری باید حرف بزنی. باید طوری حرف بزنی که این چپ رو بکشونی با خودت. من نه فقط حتی چپ، من میگم توی ابعاد اجتماعی تر کارایی بکنی که راست رو بکشونی پایین. راست اونایی که حالا از راستن که میگم پایه اجتماعی راست رو بگیر. اون پایه اجتماعی که مال ماست و چون ما هنوز به عنوان نیروی سیاسی آلترناتیو سیاسی مطرح نشدیم ممکنه با اونا بریم. بعد اونا رو بکشیم با خودمون. در نتیجه باید پاسخ داشته باشیم یه سری مسائل کلیدی. ما باید سر مسئله کردستان جدی‌تر پاسخمون رو این روزا مطرح کنیم. چپ توی ایران، توی کردستان ایران قویه، کمونیسم قویه. اگر اونجا بتونیم و نشون بدیم که راه حلی داریم واسه اینکه نمیذاریم اونجا بیفته دست بیکش واکش نیروهای مختلف سیاسی اینا، به نظرم خیلی خیلی مهمه و خیلی تو جاهای دیگه ایران تاثیر داره. و برای مثال فرض کن ما هم توی کردستان ایران هم توی کردستان عراق چپ‌های جریانات احزاب کمونیستی و کمونیست کارگری متعددی داریم که اینا خیلی کارا میتونن بکنن. این یک نقطه قوته. ما باید این نقطه قوت رو بیشتر روش بکوبیم و بیشتر متحد بکنیم و اگر بتونیم اونجا به اصطلاح آلترناتیوی بدیم، اون وقت روی مسائل دیگه‌ای مثل آذربایجان و نمیدونم خوزستان و بلوچستان و اینا خیلی دستمون باز خواهد شد. در مورد آذربایجان البته مسئله فرق میکنه، ولی اونجا هم نباید دست گرم گرفت. این گرگات خاکستری و ناسیونالیسم بسیار فاشیست که اونجا هست و از جانب دولت آذربایجان و ترکیه و اینا تقویت میشه و باید به طور جدی اونجا کار بکنیم. الان حزب کمیته آذربایجان گذاشته در همین جهت، در پاسخ به همین ضرورت باید این رو جدی‌تر کار کرد. میخوام میگم من اینجا دارم وارد این بحث میشم که چجور ما راه حل داریم. کدوم حزب دست راستی شما میشناسی که سراسری هم تو کردستان هم تو آذربایجان و هم تو اصفهان و شیراز و مشهد بتونه کار بکنه؟ میگم اینو فقط کمونیستا دارن، فقط حزب کمونیست کارگری داره. ولی اینو من به اعتبار خود حزب کمونیست کارگری نمیذارم، به اعتبار طبقه کارگر میذارم، به اعتبار طبقه میذارم که همه جا هست و همه جا آرماناش و آرزوهاش هست و ما هم رفتیم یه مقدار متشکل کردیم، یه مقدار حضور داریم. اینا نقطه قوت‌های خیلی بزرگیه و ما باید روی اینا کاملا تکیه بکنیم و به مردم بگیم جواب اوضاع آینده ایران ماییم. اینکه جامعه رو نظری شیعه و سنی بشه و من نمیدونم کرد و فارس بشه و نمیدونم عرب و عجم بشه و اینا فقط ما جوابشو داریم، کسی دیگه ای نداره. بدی دست بورژوا بدترش میکنه، نه فقط جوابی نداره، بدترش میکنه. تا بیاد چه میدونم کوروش کبیر و فرزندان کوروش کبیر رو راه بندازه، خب 30% 40% اون جامعه ترحم خود نمیکنه واسه فرزندان کوروش کبیر، حتی اگر خیال اونا بگیریم و میپاشونه همه رو به هم. کسی که میتونه جامعه ایران رو متحد کنه پشت یک پرچم انسانی، پشت پرچم برابری طلبی، فقط کمونیست و حزبش هم مشخصا حزب کمونیست کارگری. بازم میگم من هیچ رقابتی با هیچ حزب دیگه ندارم، هر کسی هم که اومد دمش گرم خدا. و در نتیجه من میخوام بگم جواب مسئله تفرقه ملی و مذهبی که جدی هست و یکی از ارکان سیاست‌های اخیر بورژوازی هست رو فقط ما داریم. جوابش رو فقط کمونیست‌ها دارن. ما که اینجا میگم همه جا منظورم کمونیست‌ها و جنبش کمونیستی هست. اونجایی که مشخصا منظورم حزب باشه میگم. یه نکته دیگه که ما باید خیلی بهش روش کار بکنیم و مهم هست و قبلا هم راجعش صحبت کردیم، رابطه با غرب. با غرب نه با دولت‌ها، منظورم با جامعه غرب. این بسیار تعیین کننده است واسه پیروزی آتی کمونیسم در ایران، بسیار تعیین کننده است و باید خیلی تو این زمینه وسیع‌تر کنیم. چون من حالا دیگه داره نزدیک 1 ساعت میشه، میخوام سر 1 ساعت تموم کنم که چیز نشه، وقت دارم میگیرم. من دارم خیلی خلاصه تر میگم اینو، ولی نمونه‌های خوبی داریم که باید تکثیر کنیم و اینم باز خوشبختانه حزب کمونیست کارگری از این نمونه‌ها داره. نمیدونم تو فیسبوک شما هم میاد یا نه، یک تبلیغی میاد واسه این کنفرانس Imagine No Religion توی همین جنوب BC ریچموند.
و اونجا من تا حالا چند بار تو فیسبوک دیدم که تبلیغ مریم نمازی میاد. یعنی یک کنفرانس مهم ایتیستای جهان اینجا داره برگزار میشه و مریم نمازی یکی از سخنراناشه و طرف داره چیزشو تبلیغ میکنه، عکسای این میاد. این مهمه که عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری، یکی از رهبران حزب کمونیست کارگری اینقدر پارو زمینه، اینقدر تو دنیای حاضره، اینقدر تو قرن 21 که میتونه با ریچارد داکینز، یکی دیگه از یه عدد دیگه که میذارن ریچارد داکینز رو میذارن، میتونه بشینه کنار ریچارد داکینز راجع به مسائل دنیا حرف بزنه. فرهنگ غرب، منظورم فرهنگ کارگر صنعتی و سوسیالیستی غرب به خصوص، این اصلا تو خون ماست. ما اصلا اینجوری میخوایم زندگی کنیم. این مهمه، این رابطه رو با غرب برقرار کردن و با افکار عمومی غرب برقرار. مثال زیاده. برای مثال فرض کنید کاری که ما تو ILO کردیم. هر سال الان چندین ساله، هر سال تو کنفرانس ILO ما به عنوان نماینده کارگرای ایران اونجا ظاهر میشیم و میگیم ما به این هیئت نمایندگی اکبیر ایران اعتراض داریم. ایشون نماینده کارفرماها که سر نماینده دولت جمهوری اسلامی باید برود. به نظرم اینجور کارها مهمه و اینا رو نباید دست کم گرفت. به نظرم باید اینو گسترش داد. یه چیزی که اینجا من قبلا اشاره کردم بهش بازم تاکید میکنم که یه شعاری که ما گفتم توی سال 88 مطرح کردیم، آزادی، برابری، حکومت انسانی، این شعار باید جدی‌تر بگیریم. این شعاری که برد داره و قدرت بسیج داره، قدرت متحد کردن داره. این شعار اون شعاریه که به نظر من محتوایی رو که من سعی کردم بگم که چجور به عنوان طبقه رهبر ملت، رهبر همه جامعه ظاهر بشی، طبقه کارگر با این شعار تو ایران میتونه در این موقعیت ظاهر بشه. این بسیار مهمه. اون کسایی که میگن حالا این کمونیستی نیست، نمیدونم دیکتاتوری پرولتاریانیسم، نمیدونم فلان نیست، اصلا متوجه سیاست نیستن، اصلا متوجه کمونیسم نیستن. کمونیسم عبارت از اینه که طبقه کارگر قدرت سیاسی رو بگیره تا بره اوضاع اقتصاد درست کنه. توی ایران همونطور که سعی کردم توضیح بدم، طبقه کارگر و کمونیسم شانس خوبی داره که جامعه رو دنبال خودش بکشونه. چرا؟ چون در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفتیم که بورژوازی جواب نداره و تنها جواب ماییم و باید جدی بگیریم و بریم. ما اون چیزی که میتونه مردم و جامعه رو پشت سر بیاره این شعاره. در نتیجه این شعار خیلی مهمه و باید روش کار کنیم. یه مسئله دیگه که من ضعفامون رو دارم میگم، اشکالاتمون. یه مشکل مهم دیگه که داریم، پول و امکانات نداریم، امکاناتمون کمه. اینا رو نمیگم که الان اینجا کلا دست بگیرم از شما پول جمع کنم، ولی مهمه و اگر ما نتونیم امکانات و پول زیادی به دست بیاریم، این همه چیزایی که من گفتم حرف باقی میمونه. حالا چه بخوایم چه نخوایم حرف باقی میمونه. ولی راه پول درآوردن چیه؟ اولین چیز اینه که اگر تو خودت به عنوان اون پروژه سیاسی مطرح کنی، مردم بهت امیدوار میشن و بهت پول میدن. به نظرم ما باید این امیدواری در مردم به وجود بیاریم و بعدم بهشون بگیم باید پول بدیم. واسه اینکه میخوایم یک کار جدی اینجوری بکنیم. یعنی خیلی خیلی مهمه که چقدر خودمون رو جدی میگیریم، چقدر تو سطح جامعه به عنوان نیروی مسئول که میره این کار رو میکنه و میتونه بره این کار رو بکنه ظاهر میشیم، اون وقت میشه به مردم پول بدیم و پول میدیم. راههای دیگه هم هست واسه پول درآوردن، من اونها رو نمیگم، ولی مهمترین راه ما اینه و باید اینم جدی بگیریم. یه نکته دیگه مسئله میدیا و کار اجتماعی و کار با چیزه که اونم و به اصطلاح حالا بذارید اینجوری بگم، توی کنگره نهم ما یه قطعنامه مطرح شد، مهمترین قطعنامه کنگره که داره تغییراتی رو که حزب باید بکنه رو داره میگه. میخوام بگم یه بحث مهم کنگره و بحث حزب کمونیست کارگری اینه. من اونا رو دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم و باید همه اونا رو جلو، یعنی دست گرفت و پیش برد. یه فاکتور مهمش مسئله میدیا و حضور ما تو میدیا، به رسمیت شناختن میدیا، چه میدیا اجتماعی چه به نظر من میدیا رسمی. ما باید جور دیگه ظاهر بشیم تو میدیا و باید اینو به عنوان یک فاکتور مهم سیاسی کارمون در نظر بگیریم. به نظر من کم در نظر میگیریم. ما نه به اصطلاح میدیا اجتماعی رو
خوب هنوز به کار میگیریم و نه در میدیای وسیع خوب ظاهر میشیم. برای مثال فرض کنید همین مثلا فرض کنید همین نمونه مریم نمازی که واسهتون گفتم، شما برید سایت‌های مثلا خود حزبم بگردید ببینید کدوم چقدر اینو مثلا مطرح کردیم، چقدر واسه جامعه ایرانی مطرح کردیم که مریم نمازی جزء سوگلای یه مجمع بزرگ از دانشمندا و نمیدونم فیلسوفا و هنرمندا و آتیستایی هست که یکیش ریچارد داکینز و یکی دیگه‌اش مثلا مریم نمازی که آوردن اونجا صحبت بکنن. آدمای دیگه هم هستن، حالا اسمشون من بعضا تو اسم بد بدیم ولی چند یه فیزیکدان مشهوری هست اونجا. میخوام بگم خود ما چقدر این قضیه رو مطرح میکنیم و چقدر موضوع رو میبریم به چه میدیای اجتماعی چه میدیای وسیع. مثلا فرض کن توی BBC یا رادیو فردا یا این یا اون ما چقدر مطرحیم. همش اشکال این نیست که اونا نمیخوام بذارن ما بیایم. آره اونا نمیخوام بذارن ما بیایم، ولی این که نشد دیگه. اینا همچون راحت میدون به کمونیستان نمیدن. مسئله این است که ما باید بریم، در هر حال باید بریم و این کار رو باید یاد بگیریم. حالا این هم یکی از اشکالات و ضعفامونه. در حال من الان دیگه تقریبا نزدیک 1 ساعت هست که دارم حرف میزنم. بخوام یه خلاصه جمع‌بندی از بحثم بکنم، من فکر میکنم که اوضاع و احوال سیاسی ایران به سمتی داره میره که جمهوری اسلامی نمیمونه، یا باید تغییرات خیلی جدی از بالا بکنه و یه سری تحولات کودتایی، تحولات از بالایی صورت میگیره، یا اینکه ما با یه انقلاب روبرو خواهیم بود. در هر حال اوضاع ایران اینجوری نمیمونه و اگر اوضاع ایران اینجوری نمیمونه تو تحولات آتی ایران اون نیرویی که قادر هست خواستای مردم رو جواب بده و واقعاً جامعه ایران رو نجات بده از سرنوشت شومی که میتونه در انتظارش باشه و انسانیت رو، رفاه و آزادی و آسایش رو وجود بیاره، این نیرو فقط کمونیسمه. و کمونیسم هم توضیح دادم، منظورم حزب کمونیست کارگری نیست. حزب کمونیست کارگری یه گوشه اینه، حزب این جریان داره سعی میکنه باشه و معتبرترین و جدیترین حزب این جریان است، ولی مسئله خیلی وسیع‌تری. ما با یه جنبش اجتماعی وسیع و گسترده‌ای روبرو هستیم که یه طرفش اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر هر روز داره اعتصاب میشه، هر روز داره مبارزه میشه. یه گوشش اینه، یه گوشش تحولات خاصای برابری طلبانه و ضد تبعیضی که زنها دارن، یه گوشش خلاصی فرهنگی جواناست که داره می‌بینی نمونه‌شون مثل چه می‌دونم همین مثل همین پاشایی یا مثل ویدو حقی داریم می‌بینیم. یک حرکت جنبش وسیع تو جامعه وجود داره. این جنبش رو باید به پیروزی رسوند و این تنها جواب جامعه ایران است. مرسی. دوستای از دسته نباشی. مرسی. من بخوام یه بریک یه روبه چقدر ساعت داریم؟ همه میخوایم بریم یه بریک. بکنم خوبه سیگاری ها حتما سیگاری